السلام علیکم داملای عزیز. آب شهوت چند خیل می شود؟ با کدام آن حرامت می کند و کدام آن بی نماز می کند؟ التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی می شوند، مدی می شوند، مزی می شوند. و برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری می کند همان آب منی خارج می شود که بعد خارج شدن او غسل واجب می شود. اگر همین آب منی از حسابی از یک بلندی میگه با پایان مثال وقتی آدم می افتد یا که یک باری وزبین در پشت بار کند گاه همین آب منی هم خارج می شود و سبب این میگوید غسل واجب نمی شود. فقط غسل با برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد این صورت غسل واجب می شود. لیکن مدی و مزیش بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون می شود که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد این صورت هم طهارت را میشکند و اینها چی هستند؟ همش بی نماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید بدن شما را بی نماز میکنند. باید که شما اونها را شسته تازه کنید. وقتی که خداوند با پیغمبرش امر کرد، چه امر کرد؟ و انذر عشیرتک الاقربین. محمد صلی الله علیه و سلم ساعت دعوت سر شد. از جای خود خیز بالای کوی صفا برآ. اولین دعوتی که مردم به سوی خدا میکنی از خویش و تبارت سر کن. به خویش تبار فرمان بده که بس بت پرستی، بس به خدا یگانه رجوع کنند. پیغمبر ما و شما که اطاعت کننده بودند بالای کوی صفا برآمدند، با آواز بلند فریاد زدند ای بنی فهد، ای بنی هاشم، ای بنی عبدالمطلب، ای بنی عدی. اینا اولادهایی بودند که در اطراف پیغمبر خدا اولادهای پیغمبر بودند. اینها را فریاد زد. همه اینها میگن نزد همون کوی صفا حاضر شدند. پیغمبر خدا گفت اگر من بر شما خبر دهم که در پس کوی صفا یک لشکر دشمن آماده هجوم بر همین ملک ما دارد باور میکنید؟ گفتم بله ای محمد ما از تو باور داریم، زیرا لقب تو محمد الامین است. تو باری هم دروغ نگفته ای، سخن تو هم حقیقت دارد. گفتند امروز من بر شما از عذاب سخت خدا خبر میدهم که خداوند بر من سپارش داد تا که از ترس او از عذاب او بر خویش و تبار خود خبر دهم. آیا باور میکنید؟ مفسران میگن اگر چندی که خویش و تبارش باورم که نکردن لیکن هیچ مقابلیت نشان ندادند، بلکه از بین اینها ابو لهب که عمک پیغمبر بود از جای خود میگه راست شد و گفت تبا لک یا محمد، هلاک شوی تو ای محمد. الهذا جمعتنا هذا اليوم، همین فیراد تو همین ساعتهای جمع کردن تو با همین مقصد بود؟ بعضی مفسران میگوید سنگ را هم حواله کردند. این اولین اذیت و اولین سرزنش پیغمبر خدا از طرفی کی بود؟ از طرف عمکش ابو لهب بود. این سوره مبارکه را تبت هم میگویند مفسران، سوره مسد هم میگویند، سوره لهب هم میگویند. ابو لهب از همان رو سر کرده پیوسته در آزار محمد بود صلی الله علیه و سلم. ابو طارق محاربی هم در تفسیر میگوید روز در بازار ذوالمجاز بودم
یک جوانی را دیدم خیلی زیبا بود. مردم را میگفت که اگر کسی که بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله وی وارد جنت می شود. و از پس یو نگاه کردم، یک مردی خیلی درشت رو بود و درشت سخن بود، با سنگ از پس این جوان می زد و می گفت که سخن این دروغ است، این باور نکنید. من از صاحبان بازار پرسیدم این جوان کیست و این پیرمرد کیست؟ گفتند این محمد است که دعوای پیغمبری دارد و این عمک محمد ابو لهب است که وی را تکذیب میکند که محمد دروغ میگوید. همین ابو لهب این وقتی که جواب رسول اکرم را با این جواب داد که هلاک شوی تو ای محمد و سنگ پرتاب، خداوند همین سوره را چکار کرد؟ نازل کرد. تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد هر دو دست ابو لهب و هلاک شد. هر دو دست، مفسران میگویند مقصد از هر دو دست این همون جنس ابو لهب در نظر است، یعنی هلاک باد ابو لهب که عاقبت هلاک شد. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. این ابو لهب مفسران میگن خیلی آدم ثروتمند بود، بسیار آدم بدولت بود. ابو لهب این کنیتش است، خودش عبدالعزا نام داشت، کنیتش ابن عتیبه بود. این عبدالعزا، عزا گفته یک بوت میگن، همین هیکل هایی که در ما و شماست همون هیکل ها در اون زمان ها بود که خودش را این عبدالعزا گذاشت به معنای که یعنی بنده عزا هستم، من بنده همون بوت هستم. ابو لهب از خاطر آن میگفتند که میگه چهرش بسیار سرخ بود، چشمهاش سرخ بود. در عربه ها هم آتش شعله را لهب میگویند، یعنی چهره سرخ که داشت، با این معنا کنیت ابو لهب گذاشتند. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مفسران میگویند بسیار به دولت که بود تکیه کرد که همین دولت و همین سهولت من مرا نجات میدهد، هر مشکلاتی که به سر من بیاید با این پول میتوانم که من از مشکلات چکار کنم؟ خارج شوم. لیکن خدا میگوید که این مال و ثروت ابو لهب به ابو لهب هیچ فایده نآورد. البته این به یک ابو لهب تنها نه، بلکه به تمام آن ثروتمندهایی که مغرور میشوند، پول دارند، مال دارند، اونا هم اگر مغروری را پیشه خود کنند، خداشناسی را یک طرف بگذارند، فکر کنند که همین پول مرا در دنیا و در آخرت سربلند میکند، نه، این خطا است. ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. خدا میگه زود است که این ابو لهب در آتش شعله‌ور داخل می شود. سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خداوند میگوید که زن این ابو لهب ام جمیل بود، این دختر حرب و خواهر ابو سفیان بود. این میگه کارش چی بود؟ کارش فقط هیزم چینی بود. هیزم که به منزله که خار میچین و شبها می آورد و از نزد دروازه محمد تا مسجد اون خارها را میپرداخت تا که پیغمبر خدا بالای این خارها حرکت کند و مسجد بیاید آزار بکشد. کار ام جمیل زن ابو لهب این بود، یعنی زن و شوهر هر دو شب و روز در پی آزار رسول اکرم بود. فی جیدها حبل من مسد. و همین زن ابو لهب خداوند میگه در گردنش یک گردنبند داشت از لیف خرما. سه فرزند داشتند: عتیبه، عتبه و معتب. دو بچه همین ابو لهب داماد محمد بودند. دو بچه همین ابو لهب، یکی عتیبه دیگرش عتب. عتیبهش ام گلثوم گرفتگی بود و عتبهش باشد رقیه را در نکاح خودش داشت.
وقتی که این سوره نازل شد و رسول اکرم این سوره را در بین مردم که زمزمه کردن خواندند، چی ابولهب و چی زن او ام جمیله به نهایت غمگین شدند و به نهایت یک غضب کلان در آنها پیدا شد. و ابولهب گفت، عتیبه گفت و عتبه گفت شما فرزندان من هستید. امروز دیدین که محمد برای من چی میگوید. اگر شما بخواهید که بین ما و شما پدری و فرزندی ما و شما بریده نشود، دخترهای محمد را طلاق کنید. میگوید این عتیبهش بسیار بدبخت بود و میگد ام گلسوم پیش انداخت و به خانه محمد آمد تا که دختری رسول اکرم را طلاق دهد. آمد میگد نزد رسول اکرم و آیت اذا نجم و هوا را انکار کرد و گفت این سوره هایی که به تو می آید همه اینا باطل هستند، همه این سحر هستند، همه این جادو هستند و این دختری که داری گلسوم این ما از همین روز اعتبارا طلاقش کردم. و با این میگه اکتفا نکرد، مفسرای قرآن میگد و چکار کرد، بلکه میگد در دهان خودش میگد یک مقدار توفی را جمع کرد و با بالای پیغمبر خدا میگد توف انداخت. مفسرای قرآن میگوید که این توف غلیظ این بدبخت میگه به چهره پیغمبر نرسید، لکن این اعمال زشت، این عمل زشت میگه از این عتیبه صادر شد. در اصل کسی که نداند که این پیغمبر خدا کیست، چی میداند که این در نزد خدا چی قدر دارد، چی قیمت دارد، چی میداند که روز قیامت یگانه نفری هست که بیرق شفاعت در دست او داده می شود. نداند هیچ سنگ قدر گوهر، حضرت مولوی میگوید نداند هیچ سنگ قدر گوهر، کجا ظلمت شناسد قدر انور. سنگ از سنگ گوهر چی درک دارد؟ تاریکی از روشنی چی درک دارد؟ نداند هیچ سنگ قدر گوهر، نداند قدر ظلمت قدر انور. با بیدردان ز درد دل چی گویی، شکر از حاصل خنجر چی جویی. عاقبت میگه توف کردن و پس گشتن. رسول اکرم بسیار غضبناک شدند و میگه دست برداشتن گفتند اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. پروردگارا اگر من در نزد تو یک ذره قدر داشته باشم با این مرد غلیظ، با این مرد بدکار، خدایا سگ از سگهای دربار خودت را مسلط بگردان. یک دعای بد در حقش کردند. و همان روز میگد این عتیبه با همراه پدر خود ابولهب به سوی دولت سوریه میگد سفر داشتند با نیت تجارت. و عتیبه میگد سخن پیغمبر را به پدرشان رسانیدند. پدرش گفت من از دعای بد این میترسم. وقتی به یک بیابان رسیدند در حال میگه عسکر زیاد جمع کردند و در اطراف همین بچهش میگه خواباندند، شترها را جمع کردند. گفتند که شاید که همین دعای محمد تأثیر کند، شاید یگان ضلال بر همین فرزند من برسد. میگه یک قسم شب گذشته بود که یک مفسرای قرآن میگوید شعر میگه از شعرهای خدا میگه بالای اشترها حرکت میکرد. اشتر میگه در جای خودش قرار بود، دم نمیزد، بو میکشید، هر نفر بو میکشید. میگه به ناگاه همون راست عتیبه دا آمد، همون کسی که به چهره پیغمبر توف انداخته بودند و میگه زمانی میگه هجوم به بالای او کردن و او را دراندن و نابود شدند. البته هر کسی که با دوستان خدا، با پیغمبرهای خدا، با دین خدا وقتی که مقابلیت نشان میدهد عاقبتش همین است. این گونه آزارها از جانب ابولهب و پیغمبر خدا رسید. حتی وفات مفسران میگویند که وقتی که میگه شکست جنگ بدر به گوش ابولهب رسید که در جنگ بدر
این مشرکان عرب شکست خوردن بسیار غمگین شد میگد و به کسلی آبیله میگد گرفتار شدند. این کسله میگد چنان کسلی بود که هیچ کس به او باید نزدیک نشود، یعنی سرایت کننده بود. 7 روز میگه در همون خانه خودش باقی ماند. عاقبت طبیب ها گفتند که به این نزدیک نشوین که در وجود همه شما این کسل میگذرد و از دور میگه با واسطه همین چوب های دراز تیله کرده میگه از مکه مکرمه بیرونش کردند و یک چاه کندن، در همون چاه پرتافتن و بالاش خاک پرتافتن. همچنان میگه این دشمنی خدا از دنیا گذشته. این یک طریق مختصر همین تفسیر سوره مسد است. بیا ای طالب جنت درود مصطفی میگوی،